امروز روز ما از داخل خونه شروع شد. اول با مامان جان صبحانه خوردیم، بعد از این کمکی داخل اتاق بازی کردیم و دیگه سید مامان جان گفت که بریم بیرون. آمدیم بیرون، اولین جایی هم که رفتیم داخل پارک کمکی بازی کردیم. دیگه کسی نبود، تصمیم گرفتیم که بریم کنار ساحل. دیگه رفتیم کنار ساحل. اول برای سید مامان جان از مارکت چیز میزی هم بخریدیم و اونجا که رفتیم کل دویدیم و بازی کردیم و خندیدیم. اینجایی هم که داریم میبینیم سید مامان هم ناراحت و هم گشنه، میگه من از کنار ساحل نمام برون. خلاصه که آمدیم رستوران غذا خوردیم جا شما خیلی. دیگه رئی خونه شدیم. داخل خونه که آمدیم برسید ما خمیر بیزی خریده بودم. گفتم ماما خود خمیر بیزی خوب بیزی کن تا من غذای شب حاضر کنم. خلاصه که غذای شب سید مامان جانرم دادم و دیگه تمام. امروز خدا خود فهمیدم که روزهای مادرانه با همین لحظه های کوچیک قشنگه.